Hello everyone, welcome to Einstein Spark. Nazila Someh here. Today I want to teach you common mistakes. As you know, in English, subject agrees with the verb. It means that if you have a plural subject, if your subject is plural, you need a plural verb and vice versa. همونطوری که میدونید در انگلیسی فاعل با فعل مطابقت میکنه، یعنی اگر اسم شما فاعل شما جمع باشه پس به فعل جمع، و اگه مفرد باشه به فعل مفرد احتیاج داریم. For example, I can say there is a refrigerator in the kitchen. There is a refrigerator in the kitchen. Refrigerator is a singular noun. There is a refrigerator in the kitchen. خب دیدید refrigerator اسم مفرد هستش، پس من به فعل مفرد احتیاج دارم. یا the boys are playing in the garden. boys جمع هستش، پس احتیاج به فعل جمع دارم. The people in the Middle East are struggling with poverty. اینجا فاعل من یه تک کلمه نیست، یک گروه فاعلیه. The people in the Middle East. اینجا شما دقت کنید به people، نگید چون اسم نداره پس من مفرد هستش و باید فعل مفرد استفاده کنم. people اسم جمع هستش، شکل جمع person هست، person. پس چون people جمع هست من احتیاج به فعل جمع دارم. The people in the Middle East are struggling with poverty. خب در این بین یه سری اسامی هم هستن که تریکی هستن، یعنی ما وقتی که ظاهر این اسامی رو میبینیم فکر میکنیم که اسم جمع هستن و به فعل جمع احتیاج داریم. بیشتر اسکول سابجکت ها در واقع درس های مدرسه یا فیلد of استادیز، رشته های تحصیلی به این شکل هستن. فیزیکس، statistics آمار، فیزیک، statistics آمار، mathematics ریاضیات، economics اقتصاد، politics سیاست. همه این اسامی که نام بردم به اسم ختم میشن، همشون اسم غیر قابل شمارش هستن و در ویدیوهای قبلی گفته بودم که اسامی غیر قابل شمارش همیشه فعل مفرد نیاز دارن. پس اگه شما بخواید توی جمله استفاده بکنی فعل مفرد باید استفاده کنی یا فعل سوم شخص مفرد. Mathematics is very difficult. Mathematics needs talent. Mathematics needs practice and practice. ببینید نگفتم need، گفتم mathematics needs. یک سری اسامی دیگه هم داریم که در واقع این اسامی irregular noun هستن، شکل بیقاعده اسم هستن، یعنی همون جوری که در انگلیسی اکثر اسامی برای جمع بستن اس یا ای اس میگیرن، این اسامی تغییر میکنه شکلشون، یعنی از قانون جمع بستن در انگلیسی تبعیت نمیکنن. به این دلیل ما بهشون میگیم irregular nouns، یعنی اسامی بیقاعده، مثل من، مرد، مردها، یا حتی من به معنی انسان، بشرم هست. من، woman، women، child، بچه، children، بچه ها. tooth، دندان، یک دندان. teeth، دندان ها. foot، قسمتی از پا که میره توی کفش، جمعش feet. foot، feet. خب این اسامی هم هر موقع به شکل در واقع جمعشون دیدید، یعنی مثل men، children، women، feet، teeth، بدونید که احتیاج به فعل جمع دارید و در غیر این صورت احتیاج به فعل مفرد دارید. The second common mistakes، دومین common mistakeی که در واقع خیلی رایج هستش بین زبان آموزها، استفاده از انامبراب هست، استفاده از نامبراب، حالا انامبراب و ذنامبراب. انامبراب کمیتی هستش که ما با اسامی قابل شمارش استفاده میکنیم، یعنی شماری از. خب هر موقع شما از انامبراب یا دنامبراب استفاده میکنید حتما احتیاج به اسم جمع قابل شمارش داره، یعنی اسمی که بعد از انامبراب و دنامبراب میاد جمع قابل شمارشه. مثلا a number of girls، a number of students، a number of people، the number of
boys, the number of architects, the number of soldiers. میبینید پس بعد از a number of و the number of من اسم جمع قابل شمارش میارم، ولی نکته اصلیش اینجاست. بعد از a number of که شما احتیاج به اسم جمع قابل شمارش دارید، همیشه فعل جمع دارید. یعنی a number of students have been waiting for their final exam. A number of students have been waiting for their final exams. خب میبینید have فعل کمک یعنی ماضی نقلی استفاده کردم، present perfect continuous و جمع هستش. حالا اگه بخوام از the number of استفاده کنم، the number of girls married at age 13 increases each year. The number of girls بعد از the number of اسم جمع قابل شمارش آوردم girls. The number of girls marrying at age 13 increases یعنی افزایش پیدا میکنه. فعل مفرد استفاده کردم. و the third common mistake و common mistake سوم amount of. اکثر زبان آموزا amount of و a number of رو اشتباه استفاده میکنن. amount of برای اسامی غیر قابل شمارشه، در ویدیوهای قبلی هم گفتم، و a number of و the number of برای اسامی قابل شمارش. یعنی شما هر جا اسم غیر قابل شمارش دیدید بخواید کمیت استفاده کنید از amount of استفاده کنید. مثلا و نکته دیگه که بدونیم که کی از فعل مفرد یا فعل جمع استفاده کنیم، استفاده از how many و how much هست. بعد از how many اسم جمع قابل شمارش استفاده میکنیم و حتما فعلتون هم جمع هست، ولی بعد از how much اسم غیر قابل شمارش استفاده میکنیم و چون غیر قابل شمارش هم هست فعلتون مفرد هستش. مثل اینکه من میگم how many brothers do you have? How many books have you read so far? How many books have you read so far? حتی اگه من بدونم یه دونه کتاب خوندید ولی فقط بخوام برای تاکید سوال بپرسم نمیتونم بگم how many book. در سوال باید جمع استفاده کنم. How many books have you read so far? How many brothers and sisters do you have? یا حتی به جای brothers and sisters بگم how many siblings do you have? How many tomatoes are there in the refrigerator? ولی با how much گفتیم how much با اسامی غیر قابل شمارش میاد. How much sugar do you need in your coffee? How much sugar. ببینید how much sugar اسم غیر قابل شمارشه، پس من how much هم با sugarم تطبیق میکنه. How much sugar do you need in your coffee؟ یا اینکه بگم how much sugar is there in the pot? How much sugar is there in the pot؟ اینجا sugar اسمم مفرده و فعلم هم چون در واقع sugar غیر قابل شمارش هستش فعلم هم مفرد هستش. ولی اگه بخواید از کانتینرها استفاده بکنید در این صورت حواستون باشه. ببینید اینجا من شوگر گفتم، شوگر اسم غیر قابل شمارشه، ولی اگه بگم how many pots of sugar are there in the kitchen؟ اینجا pots of sugar قابل شمارشه، چند تا ظرف شکر. How many sachets of sugar are there؟ سشه این بسته بندی های کوچیک یه بار مصرف هستش که زمانی که میرید توی کافه کنتینی برای شکر بهمون میدن، شکر، نمک. We call them sachet. خب اینجا من پرسیدم how many sachets of sugar are there؟ چون دارم شکل جمعش رو استفاده کنم، یعنی بهش یه واحد دادم، شوگر رو به تنهایی استفاده نمی کنم. میگم چند تا از این ساشه ها داری، پس قابل شمارش هستش و فعل هم میاد جمع بسته میشه. حواستون حتما به این باشه. در ویدیو بعدی حتما کانتینرها رو اینکه چگونه برای اسامی غیر قابل شمارش از کانتینرهای مرتبطشون استفاده بکنید رو آموزش میدم.
تمرین رو براتون آماده کردم که حتما لازم هستش که این ویدیو رو کامل تماشا بکنید، بعد برید سراغ اون تمرین. امیدوارم که ویدیو امروز براتون مفید بوده باشه و به دیگران هم شیر بکنید. Thanks, have fun and